سلام استاد انصاری عزیز، خسته نباشید. استاد انصاری عزیز، این پیغام منو تو برنامه دریچه حتی پخش کن. چرا؟ میخوام بینندگان، حتی بینندگان دیگه باهوشن، متوجه شدن با مطالعاتی که دارن، با مطالبی که از شما استاد انصاری یاد گرفتن، دیگه باهوش شدن. ولی یه سری از این آخوندهای رافضی فکر میکنن زرنگ هستن، دوباره مطالب تکرار قبل رو بیارن تکرار میکنن و فکر میکنن دیگه بینندگان حواسشون نیست و گول خواهن خورد از این حرفا. حالا بنده برای مثال یه مطلبی رو خدمت رو عرض کنم که دیدم مطلب رو، که هم تجربه هست هم بینندگانم دقت کنن و به قول معروف تجربهشون بیشتر بشه. ببین عزیز من، این مطلب مثلا هم تلویزیون ولایت کارشناسای صوفی دهنده یاد میگرد، خود علایاری مالی خولیایی که واقعا یک نمونه بارزی از یک خل هست، خب مثلا مدام اینا رو تکرار میکنه. ببین مثلا داشت در مورد میخواد به ام المؤمنین عایشه توهین کنه، خب بعد دنبال دلیل از کتابای اهل سنت و تفاسیر اهل سنت میگرده و به زعم باطل خودش، خیال باطل خودش فکر میکنه که موفق شده و الان بیننده رو گول میزنه و هر میخنده و فکر میکنه که با دسته کورا طرفه، در صورتی که این آدم نادان بیعقل کور خونده و مردم زرنگتر از این حرفا. مثلا اومده بود میخواست اون سوره تحریم هست، از اون داشت استناد قرار میداد و اینجا میخواست با تفاسیر اهل سنت بازی میکرد و که آره اینجا منظور به تحریم گفته شده است که عایشه و حفصه خائن بودن و فلان از این صحبت ها. بعد جالب مرده که دیوانه داره از فخر رازی داره مثال میزنه که مثلا از فخر رازی، مطالب فخر رازی کمک بگیره تو این قضیه، در صورتی که من تا اونجا که در خاطرم هست یه جمله معروفی از فخر رازی اگه اشتباه نکنم میگه که دلایل رافضی ها انقدر احمقانه و سخیفه که اصلا ارزش جواب دادن نداره. خب یعنی چی؟ یعنی این علایاری انقدر حرفاش احمقانه و سخیفه و امثال علایاری که اصلا ارزش جواب دادن نداره. یعنی هر کی که مثل علایاری دلایل میاره فرق نمیکنه، هر کی میخواد باشه. بعد این مردک میره از فخر رازی مثال میزنه که آره اینجا منظور به تعریض از که خائن گفته منظور زنان پیغمبر بود و از این صحبت‌ها، در صورتی که این مردک نمیدونه که میخواد از مطالب اهل سنت مثال بزنه. این مردک دیوانه نمیدونه که خود مثلا در بخاری حدیث است، که آقا ام المؤمنین عایشه پیغمبر فرموده است که با زنان دیگه نسبت زنان دیگه برتری داره، خب و که اینقدر برتری داره که در بستر حضرت رسول جبرئیل نازل میشه، وقتی در رسولت جبرئیل نازل تنها زنی که جبرئیل نازل میشود به حضرت رسول و اون زن در کنار حضرت رسول است ام المؤمنین عایشه است. بعد چطور میشه آقا جان همین خدایی که جبرئیلش وحی رو به پیغمبر موقعی نازل میکنه که ام المؤمنین عایشه در بستر در کنارش هست، همین خدا بیاد بگوید در قرآن بگوید که مثلا عایشه خائن است یا فلان است؟ خب چطور میشه همچین چیزی؟ خب این شهیدن در تناقض، اصلا وحی خداوند و رسالت پیغمبر زیر سوال میره. خب چه بس همچین چیزی نیست. پس بخاطر من بارها اینو گفتم، 100 بار دیگه میگم، اصولا دلایلی که آخوندهای رافضی بیعقل میارن و فکر میکنن که زرنگ هستن و هیچ خردی در اینها نیست و بیشتر جز حماقت من چیزی ندیدن و بدتر خودشون ضایع میکنن، دلایل اینها کلا رسالت پیغمبر و وحی زیر سوال میبره. یعنی هر چی بیشتر به دلایل اینا توجه میکنیم میگه آقا خود بیشتر به درد، یعنی به جای اینکه عایشه رو بخواد زیر سوال ببره، خود پیغمبر در اصل داره زیر سوال میره با وحیش. به خاطر همین عزیز من کلا ما که بارهایی به ما ثابت شده دلایل این آخوندهای رافضی بیعقل ما باطله، اینها آقا فقط به درد سرگرمی و ملعبه و تفریح میخورن که این حرفا رو بزنن، مردم میگم یه ذره که زمان بگذره میفهمن آقا اینا فقط به درد تفریح و سرگرمی میخوره، با اینا سرگرم میشن. به درد همین میخورن که آقا بنده در موردشو شعر گفتم، میگه شعر گفتم و سوتی دهنده هستن و نمیدونم فلان هستن و بهمان هستن و میگم فقط به درد تفریح ما میخورن، وگرنه اینها دلایلشو فوق العاده ضعیفه، فوق العاده بی ارزشه، هیچ ارزشی نداره. خودشون رو گذاشتن سر کار، بعد فکر می‌کنن با دسته کورا طرفن. نه آقا جان دیگه الان همه ماشاءالله زرنگ شدن، مخصوصا با توضیحاتی که شما میدید استاد انصاری عزیز، شما میدید مولانا دهقان، این همه زرنگ شدن. عزیز من خودشون برای تحقیق باشن، خب میتونن آقا اگه شما قبول نشه باشه اصلا شما رو گوشیه
قبول نداشته شما میتونه ریفرنس رو نگاه کنه این خب همون من که اول با شما آشنا شده بودم شک داشتم، قبول نمی‌کردم حرف شما رو. بعد کم خودم رفتم گفتم بذار برم ریفرنس ها رو نگاه کنم، نگاه کردم دیدم نه بابا شما درست میگی. بعد به عقل خودم هم اینجوری کردم، مثل همین مثالی که الان زدم برات. بعد از اون مثال زدم خودم بابا شما داری درست میگی استاد انصاری عزیز من، این آخونده بی عقل ما فکر میکنه که خیلی زرنگن. خلاصه اینا میگم اینا تلاش هیچ ارزشی نداره و همینجور روز به روز خودشون ضایع‌تر خواهند کرد و روز به روزم باطلتر خواهند بود از قبل. مخصوصا این علایانی که اصلا کلا مغز تعطیل عزیز من. ایشون من اون دفعه پیغام گفتم مغزشون در حد جلبکه. من فکر نمی کنم از جلبک بیشتر باشه. جلبک خیلی از جلبک ها ان کروموزومی هستن عزیز من، 2 ان کروموزومی نیستن. خب اونها با اینکه ان کروموزومی هستن عقلشون از این 2 ان کروموزومی، این 2 ان کروموزومی دیگه این علایاری، خب عقلشون از این خل بیشتره، باور کن بیشتره. قربان استاد انصاری عزیز، قربان خداحافظ. تشکر از شما. تشکر برادر عزیزمون آقا فریورز گرامی از تهران.